به نام خدا. همراهان همیشگی آنتن سلام، شبتون بخیر. از این لحظه آغاز میکنم گزارش جدالی از دور نیمه نهایی سوپرکاپ فوتبال اسپانیا رو. تقابل بارسلونا در برابر اوساسونا، دیداری که لحظاتی پیش با صدای صوت آلخاندرو مونیز داور اسپانیایی این جدال در ورزشگاه اول پارک واقع در شهر ریاض کشور عربستان آغاز شد و تو در اختیار سفید آبی پوشان بارسلونا قرار. مدافعین حریف اولین کرنر بازی رو به نفع بارسا بر مقام میار ارسال گندوغان، فرصت برای بارسا، توپ رفت سمت مقابل، شلیک که ناگهانی کریستنسن و عکس‌العمل عالی از سرخیو اررا. خوشحالی پس از گل هم برگزار کرد اررا. 16 بازی که تو این فصل لالیگا در دروازه اوساسونا قرار گرفته 5 بار موفق شده کلین شیت کنه. فرصت برای اوساسونا، نجات دروازه عالی از جولز کنده. اررا این بارم بازی با پشت اصلا مناسب نبود. فرانکی دیونگ، فران تورس، یه راکت از فران تورس، پاس به مرکز زمین، یه پاس قطری بلند و مناسب به سمت چپ. فرصت برای روبن پنیا، موقعیت برای ریختن تو داره، سانتریک بلند کشیده انجام داد، ضربه سر بالده. جبهه بعدی حمله، چه فوتبالی رو داریم تماشا میکنیم. حمله رو با حمله پاسخ میدند. فرصت دارم برای تدارک ضد حمله بارسایی‌ها، موقعیت رو از کف رفته میبینند. لواندوفسکی 3-2 هستن. چه موقعیتی پیش به سوی گل اول. لواندوفسکی چه شوت بعدی زد، نه ضرب داشت نه زاویه. آلترناتیو مناسبم ندارم برای حضورش در خط حمله بارسا. حالا بیتور روکر جذب کردم ولی هنوز کم تجربه است و خیلی کار داره. فرصت برای اوساسونا در سمت راست، خصوص آنته بودیمیر چه اشتباهی کرد. آراوخو نجاتت، دروازه از اینیاکی پنیای برخورد وحشتناک و خطا به نفع بارسا. داورم بدون مکس به بازیکن خاطی اوساسونا اخطار داد. کار آغاز کردن بعد از ضربه ایستگاهی اوساسونا حتما مجدد لیست بارسایی‌ها رو براتون در نیمه دوم اعلام و معرفی خواهم کرد. توپ سرگردان رفت سمت راست، فرصت برای اوساسونا، پاس رو به عقب، موقعیت کوتاه کار کردم. فرانکی دیونگ، بازم گندوغان، ارسال گندوغان بلند و کشیده تو بعد از برخورد به خود آراوخو از زمین خارج شد. آیا باز هم میخواد در ترکیب تیمش تغییرات رو اعمال کنه یا خیر؟ قطعا نیست. دستور به ادامه جریان بازی داد آلخاندرو مانی از لواندوفسکی. گل اول بازی رو لواندوفسکی برای بارسا به ثمر رسوند تا نشون بده همچنان یه چیزهایی برای ارائه و عرضه داره. بارسا 1 اوساسونا 0. بعد ببینیم صحت گل شهید میشه. آخر قبلش بازیکن اوساسونا اعتقاد داشتن اینجا بعد خطای کریستنسن بر روی خوزار رایس اعلام می شده. پاس تودن فوق العاده است. گندوغان چه دری باز کرد برای لواندوفسکی، توپو گرفت و یک گام دوگان در طول زمین برداشت و با این ضربه غیر قابل مهار توپو سنجاق کرد به قرب دروازه اررا. کریستنسن، ژائو فلیکس با پاس تکسر یک خوبی رو انجام داد به دیونگ. فرصت برای بارسا، ژائو فلیکس چند بار استایل شوت زنی گرفت. ضربه ناگهانیش بعد از عکس‌العمل مناسبه اررا به کرنر رفت. سر از پا نمیشتاخت به خاطر عکس‌العملی که انجام داده بود اررا روی ضربه ناگهانی و غافلگیر کننده ژائو فلیکس. ببینیم موخیکای کلمبیایی جایگزین کدوم بازیکن اوساسونا خواهد شد. فرصت برای کنده، موقعیت گل دوم در برابر لواندوفسکی. این بار ایستادگی میکنن مدافعین اوساسونا و خطر از بیخ گوشه اررا و تیمش عبور کرد.
گفتیم کوپا ایتالیا بد نیست بدونید. یوونتوس هم فعلا یه گل زده. فرصت بودیمیر داخل محوطه جریمه. شلیکانت بودیمیر که میتونست پاسم بده. در مرکز زمین یه پاس خوب، فرصت برای گل تساوی. ژائو فلیکس یه لایه ناز انداخت به مونچایولا. فرصت برای بارسا، پاسش برای لامین یامال. اینم گل دوم. تیر خلاص رو لامین یامال به سمت دروازه حریف شلیک میکنه تا خیال ژاوی هرناندز، بارسایی و هوادارانشون برای رسیدن به بازی فینال آسوده بشه. نقطه عطف حرکت ژائو فلیکس این لایی بود که انداخت به مونچایولا. شاید فوتبالت مونچایولا همینجا تموم شد. با این لایی که خورد یه حرکت در عرض، یه گام برداشت و روی پای چپش آورد. ضربه دقیق و حساب شدهش بعد از عکس‌العمل و دفع نامناسب اررا غلطید و توپ در گوشه دروازه حریف قرار گرفت. بارسا 2 اوساسونا 0.